یعنی 2 تا رنج داریم. رنج انسانی داریم که یه رقمش یعنی انسان ها رنج میکشن، یکیش بهش میگن رنج هدایت شده. خوب توجه کنید، اون کسانی که درباره ادیان و جهان و میخواید برید به قول ما ایرانی‌ها رو منبر، نمیدونم خارجی ها کجا میرم، من که بلد نیستم، فقیرم، که میخواید برید مردم درباره خدا و ادیان و زمین، حالا شما زمین هیچی که 5% چه میدونید، آقا کائنات ولش کنید، درباره زمین و خدا میخواید بزنی، شما 2 تا مسئله هست، یا یه رنج هدایت شده هست، یه رنج و زحمتی هست که هدایت شدی شما، یه رنج ساختگی ما داریم. خوب توجه کنید. پس انسان 2 تا رنج انسانی ما داریم، یه دونه رنج هدایت شده است، یعنی مصیبت های هدایت شده. نمیدونم من لغاتش 1-2 تاش اینایی که به من گفتن و دیدم دارم میگم، حالا میشه گفت گرفتاری ها، فقر، فلاکت، هر چیزی. پس یه رنج و فقر و فلاکت هدایت شده داریم، یه رنج و فقر و فلاکت ساختگی داریم. خوب توجه کنید. امروز که ما داریم امشب با ایران و منطقه و با کل جهان صحبت ما و او کسانی که باید توجه بکنن مطمئناً توجه خواهند کرد. امروز بشریت، همین الان که ما صحبت میکنیم، همه بشر روی کره زمین در پی تاریخ قبل از ادیان و پیامبران بودن و اینا، این بشریت که میخوان دنبال تاریخ میگردن و آقا ببینیم قبل از ادیان چی بوده، پیامبران چی بوده، فلان بوده اینها، و سندی هم که وجود داره که نیازهای معنوی و اقتصادی بشر را تعلیم داده یا مربوط به مثلا، یعنی این اسنادی که میگم مربوط به 15,000 سال قبل است، نه فقط 7,000 سال. حالا ما میخوایم اینجا اینه بگیم بشر امرو رو کره زمین، تمام بشریت رنج ساختگی است. عزیزان ما خوب توجه کنید، ملت ایران، منطقه جان، این رنج ساختگی دارن میبرن که این همه تو عذاب. رنج هدایت شده نیست تو بشر. اگه هدایت شده باشه، رنج هدایت شده توش پر از گنجه. خوب توجه کنید ملت ایران، منطقه و جهان، رنج هدایت شده پر از گنجه، رنج ساختگی پر از گرفتاری و مصیبت و جنگه. همینی که الان تو صحنه جهان دارید میبینید، پر از